دوستان عزیز السلام علیکم. چخیلی که شما علاقه پای بردید ما همراه شما اوید ادوکات و فعالیت ادوکاتور در جمهوری تاجیکستان صحبت کردنی هستیم. این یک موضوع خرد و موضوع ساده تر کردم تا حد امکان و موضوع آخرین در بابی علاهیده که در کتاب شما جای گرفته است، در کتاب صنف نهم جای گرفته است، اوید مقامات حفظی حقوق. اکنون حرکت میکنیم درباره ادوکات و فعالیت ادوکاتور با شما کوتاه‌تر کرده صحبت داریم. دوستان اگر تخمین کنید ادوکاتور و طرز اصولهای فعالیت آن در اینجا بسیار گپ‌های گفته ممکن، من تا حد امکان یعنی جمع کردم معلومات رو و کوتاه کردم. اگر خواهید که درباره فعالیت ادوکاتی و ادوکاتور معلومات پیدا کردگی باشید در شهر نویسید، ما حرکت میکنیم. علاقه قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتور و فعالیت ادوکاتی که این قانون علاهیده است در جمهوری تاجیکستان یک درس علاهیده تشکیل کنیم و حال و حاضر برای به فکری شخصی من این معلومات برای شما بسندگی میکند برای آمادگی به امتحان‌های مرکزی ملی تستی یا معلومات هم تو چی میگه آسانی یکمین درجه پیدا کردن. خود فعالیت ادوکات این یاری حقوقی است که به واسطه همون ماده 1992 که کنستیتوسیون پیش بینی میکند از روی همون فعالیت میکند و در فعالیت خود مستقل میباشد. اکنون گویم ادوکات کیست؟ بسیاری او فکر میکنند که ادوکات همه شخصانی که چی میگه فاکولته های حقوق شناسی رو ختم کردن، همچون حقوق شناس یعنی دیپلم داره، همون میتواند یعنی همون شخص میتواند ادوکات باشد. اکنون از روی قانونی نام برده که در بالا گفته گذاشتم ادوکات کمتر فرقیت دارد. همین دو چیز است، نمایندگی هست در سودها و ادوکات هست. دوستان عزیز شما همین رو درست فهمید. ادوکات شخصی می باشد که وی معلومات عالی حقوقی دارد و حجت ها رو به وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است. من درباره این شما در درسی وزارت عدلیه گفته گذاشته بودم و امتحان مخصوص رو در وزارت عدلیه سپریده است و اجازت نامه یعنی چی میگه یک لیسانس گرفته است همچون ادوکاتی در همون منطقه در جای مقرر شده فعالیت کند. حالا شما سوال دارید ممکن که خب نمایندگیش چی بوده است؟ نمایندگی دوستان عزیز همه شخصی که یعنی معلومات درباره همون حالت دارد و میتواند در مرافعه سودی اشتراک کند. تنها یک همینجا جزئیاتش هست که در یعنی دیله های پرونده های گرجدنی، بحث های گرجدنی اویلوی وقتی که شخص جدا شده ایستاده است، مالکیت رو تقسیم کرده ایستادن، در همون میتواند همه شخص ها اشتراک کنند. یعنی یک میرن از نتاریوس مخصوص وکالتنامه میگیرن، از نام دیگر شخص برآمد کردن میگیرن در سود. لیکن اگر درباره پرونده های جنایی رود، مرافع علاقه جنایی باشد، در مرافع جنایتی علاقه باید ادوکات اشتراک کنند. ادوکاتی که از وزارت عدلیه چی دارد؟ اجازت نامه دارد، لیسانس دارد. فرقش دیده ایستادید. ادوکاتی که لیسانس دارد هم در یعنی پرونده های گرجدنی، اویلوی، مأموری در همه اشتراک کرده میتواند، همه از آنجا در جنایتی. برای اون که این مقرر شد که علاقه معلوم کرده شد، از انتشام گذشت که این شخص یعنی ادوکات است، شخصی پروفسیونالی است، متخصص است که در سودها اشتراک کرده یعنی حمایت کرده میتواند حقوقی مراجعت کننده رو یا حقوقی شخصی حقوقی یا واقعی رو. نماینده باشد این تنها شخصی هست که من باوری دارم با همون شخص و وی یعنی متخصص یا پروفسیونال همین ساحه نبودنش ممکن است. دیگرش دوستان عزیز اکنون ادوکات حقوق دارد. من تنها در حقوقش رو در اینجا آوردم. معلومات ضروری رو جمع آورد. وقتی که یعنی یک شخص آمد گفت که من فرزندخواندی رو قبول کردنی هستم، من البته باید معلومات جمع کنم. این شخص چی کار است؟ یعنی اویله دار است یا نه؟ اگر اویله دار باشد فرق سنی سالی آنها تا این وقت آنها از یعنی حقوق پدر و مادر محروم شده بودند یا نه؟ داغ سودی دارند یا نه؟ معلومات جمع میکنم عموما.
که در سود همه آن رو پیشنهاد کنم. دیگر صحبتی بی‌ممانعت با شخصی در تحت حمایه قرار داشته. یعنی وقتی که اگر اینجا بسیارتر بی‌ممانعت گفتنی گپ، یعنی به یگان خیر باریر، به یگان خیر یگان کس گفتن نمیتونه که نه صحبت نمیکنید. این وقتی که اساساً در پرونده های جنایتی گپ میرود. وقتی که گمان بر شونده دستگیر شده است، در محبس جای شده است، سیزو جایگیر شده است و ادوکات به یگان خیر ممانعت وقتی معین به داخل شده با یعنی زیر حمایه خود صحبت کرده معلومات رو گرفتنش. شنا شدن با سندهای سودی، وقتی که سود یگان سند میکند، حکم قرار تعیینات همه آن چیزی که میبرد خلاصه با آنها شناس شده، یعنی کاربری کردنش. استفاده همه گونه اصول هایی که قانون منع نکرده است. یعنی اینا ببینید خیلی بسیار وسیع داده است. وسیع همینجا قید کردن ممکن است که یعنی همه اون فکر و عقیده، همه اون یعنی کارهایی که قانون منع نکرده است ادوکات به ممکن است، یعنی و میتواند یعنی در سود این چیزها رو استفاده برد. تنها همون باید به قید گیرد که این غیر قانون نباشد، ضد دولت، ضد انمون جمعیت نباشد. مرحمت عهده‌داریش هم از آن جمله همین اگر گوییم اگر برعکسش و نباید یعنی آن چیزایی که قانون منع کرده است استفاده برد. مثلا دلیل های مثلا بردریافت سازد، معلومات های بردریافتیت همین علاقه به شما معلوم است دوستای عزیز. و اگر تخمین کرده باشید دوستای عزیز، ما گفتیم معلومات خیلی کم جمع کردیم برای اون که شما رو دلگیر نکنیم و تخمین کرده باشید ما اویدی سوال ها در 2 درس پیشینه به شما سوال ها رو پیشنهاد نکرده بودیم و خواستم در اینجا همه آن رو در یک جای کنم. یعنی سنه های تاریخی اگنتی ضد کروپسیه، ساختار این اگنتی و وظیفه های آن. این سوال هایی که میتونه به شما کمک کند برای خودآموزی کردن. بعد اویدی مقامات گمرک همچون خدمات و چگونه مقامات است، چی کارایی میکند، از چگونه ساختار عبارت است و وظیفه‌اش از چی عبارت است. اویدی ادوکاتور و فعالیت ادوکاتی از قانون مرحمت شناس شوید. اگر یگان سوال پیدا شود مرحمت مراجعت کنید، در شرح و ویدیو نویسید تا حد امکان ما اگر خواهید ویدیو علیحده میکنیم، اگر نه جواب میگوییم در آنجا کوتاه کرده. ادوکات حقوق دارد دوستان عزیز. باز ما اکنون برای صنف نو رو جنببست کردن 2 درس باقی ماند. 2 درس خیلی وسیع است. این درباره تنظیم، قانون تنظیم رو میبینیم و قانون درباره مسئله در تعلیم و تربیت کودک رو میبینیم که اینها خیلی موضوع وسیع هستند. ما تا حد امکان آن رو هم کوتاه کرده برای شما فهم‌آور کرده درس میگذاریم دوستان عزیز. تشکر زیاد. سلامت باشید.